خافض اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب. ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب. رسول معظم اسلام از دست اونهایی که قرآن را با آتش زدن شکایت نمی کنن، چون آنهایی که قرآن را با آتش زدن اونها جهنمیان. آتش و جهنم جایگاه اونهاست، ولی من و تو که در مقابل دفاع از قرآن خاموش بنشینیم، رسول معظم اسلام به پیشگاه الله فریاد میزنن یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جواب پیامبر به صحرای محشر را چی میدهی تو مسلمان که امروز به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر مال و ثروت سکوت را اختیار میکنی؟ سروران عزیز و بزرگوار، قرآن را از لابلای قرآن بشناسیم. اگر این قرآن نمی بود، اگر این قرآن نازل نمی شد و اگر این قرآن امروز نمی آمد، انسان معنای انسانیت را نمی دانست. انسان معنای کرامت را نمی دانست. انسان معنای محبت و دوستی و وفا را نمی دانست. تمام دنیا به تاریکی مرگ باری فرو می رفت، ولی این قرآن آمد شیرینی زندگی و لذت زندگی را برای بشریت چشاند. و انه لتنزیل رب العالمین. عزیزان من، این قرآن تنزیل هست، این قرآن تصنیف و تألیف نیست. و انه لتنزیل رب العالمین. این قرآن از کجا آمده که اینقدر ارزش داره؟ این قرآن از کجا آمده که جان من، پدر و مادر من، ناموس و اولاد من همه فدای قرآن؟ این جانی که داریم فدای قرآن. این قرآن از کجا آمده عزیزان؟ و انه لتنزیل رب العالمین. این از جانب رب العالمین آمده. به کجا آمده؟ به چی وسیله آمده؟ و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک. این با وسیله جبرائیل آمده، این با آغوش جبرائیل بوده آمده بر قلب نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، لتکون من المنذرین، تا این که انسان ها بیم داده شوند. این آیه که و این قرآنی که آمده، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در این کتاب هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی نیست. این کتاب کتابی است که امروز دنیای غرب عاجز مانده در مقابل قرآن. فرهنگ غرب، فرهنگ قرآن چنان فرهنگ والا و بالایی که در مقابل فرهنگ قرآن فرهنگ غرب فرهنگ فرسوده شده. ای دنیای غرب، ای انسانهای بوزین صفت، شما یک پست قرآن، الفاظ قرآن را با آتش بکشید، فکر میکنید که از قرآن تمام هست؟ انا نحن نزلنا الذکر.
إنا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون. الله میگه حافظ نگهدار این قرآن ما هستیم. الله حافظ این قرآن است. رب العالمین حافظ این قرآن هست. مصطفی را وعده داده الطاف حق. مصطفی را وعده داده الطاف. مصطفی را وعده داد الطاف حق. گر بمیری تو نمیرد این سبق. ای محمد اگر تو از دنیا بری ولی معجزه تو جاویدان هست تا به قام قیامت هست. و این کنتم فی ریب مما نزلنا. ای دنیای غرب اگر با این قرآن شک دارید فأتوا بسورة من مثله، بیاورید مثل قرآن یک سوره.